من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى. باز هم دلیل عقلی در پایان تا آخر تقریبا دلائل عقلی تا آخر این جز می خوانیم. الله می فرماید ان الله فالق الحب والنوى. الله فالق هست. فالق به معنی کسی که بشکافت چیزی را، شکافنده. شکافنده حب بذری را میگن، دانه ای را میگوین که شما در زمین میاندازید. و نوا خسته خرما را میگن. خداوند همین بذر را، همین خسته خرما را میشکافت، از او بوته‌ای، از او جوانه‌ای میروید، سبز میشود. این کی بود که او را زنده کرد؟ الله. یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. زنده میکند، بیرون میکند زنده را از مرده، زنده را از مرده. گفتیم مصداقهای زیادی داره، مثل اینکه انسان زنده را از نطفه مرده، مرغ زنده را از تخم مرغ زنده، یا مؤمن را که زنده هست از کافر که چیه؟ مرده هست. و مخرج المیت من الحی. همه این صورت ها را برعکس، بیرون میکند میت را از حی. ذالکم الله. این ذاتی که این قدرت را دارد الله هست. فانا تؤفکون. به کدام سمت و سو شما برگردانده میشوید؟ فالق الاصباح. الله آن ذاتی است که شکافنده صبح است، یعنی به وسیله صبح در وسط شب شکافی ایجاد میشه. و جعل اللیل سکنا. الله شب را برای شما موجب آرامش قرار داد. و الشمس والقمر و حسبانا. و خورشید را و ماه را موجب حساب و وسیله حساب. ذلك تقدیر العزیز العلیم. این اندازه اون ذاتی هست که عزیز و علیم است، غالب هست و داننده هست. هو الذی جعل لكم النجوم. الله می فرماید الله آن ذاتی هست که قرار داد برای شما ستاره ها را، لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، تاکه راهنمایی بشوید به وسیله این ستاره ها در تاریکی بر و بحر. ببینید خیلی از مردم هستند که راه را گم میکنند، به وسیله ستاره ها شمال و جنوب را تشخیص میدهند. خب مردم قدیم بیشتر وارد بودند، امروز کمتر. اما در دریا امروزه هم خیلی وقت میشه که ملوانان، ناخدایان، کشتیرانان میروند در وسط دریا، بعد از اون راه را نمیدونند، راهدارهای اونها کار نمی کند، ماهوارهای اونها کار نمی کند. اونها از روی ستاره تشخیص میدهند، جهت خودشون را میگیرند. ستاره همیشه هدایتگر و راهنما هست برای انسان ها. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ما این دلائل را مفصلا بیان کردیم برای قومی که اونها استفاده کنند، بدانند. و هو الذی انشأکم من نفس واحده.
الله آن ذاتی است که شما را ایجاد کرد از یک نفس واحده. فمستقر و مستودع، شما جای قرار و جای ودیعت، برای شما جای قرار هست و جای ودیعت است. مستقر و مستودع چند تفسیر کردم. بعضی گفتن مستقر یعنی فی الارحام و مستودع فی الاصلاب، یعنی این نطفه که استقرار میابد در رحم و قبل از اون به صورت مستودع و امانت هست فی الاصلاب، در کمر پدر. پس در رحم ها مستقر هستید و در اصلاب و کمرها چی هستید؟ مستودع هستید. بعضی برعکس گفتند مستقر در اصلاب هست و مستودع چند روز ودیعت و امانت گذاشته میشه در چی؟ در رحم. شیخ رحمه الله میفرماید مستقر دنیا هست و مستودع آخرت است که اونجا سپرده میشوید. بعد در دنیا چند روز قرار دارید، بعدا سپرده میشوید به جهان آخرت. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، الله میفرماید آیات را مفصلا بیان کردیم برای قومی که اونها بفهمند، درک کنند. و هو الذی انزل من السماء ماء، بس تفصیل الله تعالی تفصیل این دلائل را بیان میفرماید که چگونه الله عزوجل به شما رزق و روزی میده. و هو الذی انزل من السماء ماء، الله آن ذاتی هست که نازل کرده از آسمان آب. فاخرجنا به نبات كل شيء، این تشریح فالق الحب است. الان خواندی ان الله فالق الحب و النوى، خداوند دانه را می شکافد، خسته خرما را می شکافد، این تشریحش هست. فاخرجنا به نبات كل شيء، الله ابتداء آب نازل می کند و به وسیله اون سبزی هر چیز را از زمین می رویاند. فاخرجنا منه خضرا، الله می فرماید که ما بیرون کردیم، در آوردیم از آن سرسبزی. نخرج منه حبا متراکبا، سبزیجات و همچنین ما خارج می کنیم از آن دانه های متراکب، بر هم دیگه سوار. می بینید یک خوشه هست هزاران دانه بر هم دیگه متراکب است. و من النخل من طلعها قنوان دانیه، این تشریح النوا هست. فالق الحب و النوا، خدا خسته خرما را هم چی میکند؟ می شکافت، از وسطش جوانه کوچیکی در میاد، آخر تبدیل به نخل میشه. و من النخل من طلعها قنوان دانیه، از خوشه از طلع آن، طلع میگویند همون کیسه‌ای به اصطلاح که دارد، از آن قنوان دانیه، خوشه خرمایی که نزدیک شما قرار میگیرد، آویزان میشه. و جنات من اعناب، به سبب همین باران، به سبب همین آب الله درست میکنه برای شما باغاتی از انگور و زیتون و رمان و انار، مشتبها و غیر متشابه. بعضی از اونها با هم شبیه هم بعضی هیچ شباهتی ندارن. شباهت هم از نظر رنگ هم از نظر طعم. گاهی انسان تعجب میکنه سبحان الله، زمین یکی هست، آب یکی هست، درخت هم یکی هست، اینم اناره اونم اناره، با 5 متر فاصله. این شیرین است، اون ترش است. لذا الله میفرماید مشتبها و غیر متشابه، اینها مشتبه هستند و غیر متشابه هستند. بعضی ها شبیه هم، بعضی ها شباهت ندارند، هم از نظر رنگ هم از نظر طعم. انظروا الى ثمره اذا اثمر و ینعه، الله می فرماید نگاه کنید به میوه‌ای که الله به شما میدهد. اذا اثمر، وقتی که میوه میدهد، و ینعه، وقتی که میرسد. ینع پختگی میوه را میگن، رسیدن میوه را میگویند.
ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. الله می فرماید در همه این تفصیل، در همه این تفسیر و تفصیل آیات هست، دلائل هست برای قومی که ایمان به خدا داشته باشند، نه برای منکران. خدا این همه نعمت را داده، اما اکنون شکوه و زجر بر انسان، سرزنش بر انسان. انسان ناسپاس بجای سپاسگزاری، بجای عبادت و سجده، غیر خدا را برای خودش معبود و خدا و همه کار گرفته. وجعلوا لله شرکاء الجن. اما انسان ناشاکر قرار داده برای الله شرکاء الجن، شریکانی از جنات. چون جنات حلول میکنند در بتها، در سنگها، در درختها، در آستانها، اونجا با مردم صحبت میکنند، گفتگو میکنند. یا در جنگل کسانی میروند میترسانند و بعدا وادار میکنند که شرک کنند، میگویند ما را صدا بزنید، از ما استمداد کنید. الله میفرماید در حالی که و خلقهم، الله آنها را آفریده، و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم. اما انسان ناسپاس تراشید برای خدا پسران و دخترانی، مثل مسیحیان که عیسی را ابن الله گفتند، مثل یهودیان که عزیر را ابن الله گفتند، مثل مشرکان مکه که ملائکه را بنات الله گفتند. الله می فرماید این انسان ها چقدر بی انصافند که برای الله دختر و پسر درست کردند و تراشیدند. سبحانه، اون ذات پاک است، از فرزند پاک است، از عیب پاک است، از شریف پاک است. و تعالی عما یصفون، و الله برتر و بالاتر است از اون چیزی که اینها توصیف میکنند برای خدا بیان میکنند. بدیع السماوات والارض. خب این زجر و توبیخ بود. بعد از زجر و توبیخ اکنون الله عزوجل دلائل توحید را بیان میفرماید. الله میفرماید بدیع السماوات والارض. الله آن ذاتی هست که آفریننده و خالق آسمان ها و زمین است. اون ذاتی که آسمان ها و زمین را پیدا کند. انا یکون له ولد، چگونه برای او فرزندی میتواند وجود داشته باشد در حالی که ولم تکن له صاحبه، برای اون همسر وجود ندارد. اینا همه مخلوق خدا هستند. خداوند نه اینکه اینها را خلق فرموده، آسمان و زمین را آفریده. لذا چطور مخلوق خدا میاد فرزند خدا میشه؟ و خلق کل شیء، الله هر چیز را آفرید، هر چیز را آفرید. پس اینا مخلوقند. و هو بكل شیء علیم، و او به هر چیز علیم است. قبلا خدمت شما عرض کردم که دو چیز از صفات بارز الوهیت هستند، یکی قدرت و تصرف، دوم علم کامل. لذا اینجا هست و خلق کل شیء، هر چیز را خالق او هست، مدبر و متصرف او هست. دوم و هو بكل شیء علیم، هر چیز را داننده هم او هست. پس وقتی که این صفات مالی او هست، معبود و خدا هم او هست، بغیر از او کسی نیست. فاعبدوا ذالکم الله ربکم. این نتیجه دلائل. 4 تا دلیل اینجا شما خواندید. یک، بدیع السماوات والارض، خداوند آفریننده آسمان ها و زمین است. دو، انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، از کجا میتونه فرزند داشته باشه در حالی که همسر ندارد. سه، و خلق کل شیء، هر چیز را او آفریده. چطور مخلوق میاد زنش میشه فرزندش میشه؟ 4، و هو بكل شیء علیم، به هر چیز او عالم است، او میداند شما نمیدانید. پس از این 4 تا دلیل چه نتیجه گرفتیم؟ بنویسید ثمره و نتیجه دلائل 4 گانه. ذالکم الله ربکم، این الله هست، این که این ویژگی ها دارد،
این صفات را دارد، این از الله، اللهی که رب شماست. پس از این صفات و از این دلائل ثابت شد که لا اله الا هو، هیچ معبود لایق پرستش نیست، هیچ معبود لایق عبادت نیست بغیر از او. خالق کل شیء، خالق هر چیز او هست. فاعبدوه، این نتیجه. پس او را عبادت کنید، پس او را پرستش کنید، غیر از او پرستش نکنید. و هو علی کل شیء وکیل، و او بر هر چیز وکیل است، یعنی محافظ است، مراقب است، هر چیز در اختیار او هست. لا تدرکه الابصار، دیگه از خصوصیات و صفات الله، ابصار و چشمها او را درک نمی کنند. و هو یدرک الابصار، اما خدا همه چشمها را و همه مخلوقات را می بیند. و هو اللطیف الخبیر، اون ذات لطیفی هست و ذات خبیری هست. ببینید لطیف یک معنایش اینه که به دقایق خبر دارد، ظرافتها را میداند. اللطیف ای العالم بدقائق الامور، کسی که به امور دقیقه و امور ظریف عالم باشد و مشکلاتها، از مشکلات بداند. و الخبیر یعنی العلیم بظاهر الاشیاء، اونی که به ظاهر چیزها خبر داشته باشد. اما بعضی دیگه معتقدند که لا تدرک الابصار، این به اون مربوط است، او را چشمها نمی بینند، چون که و هو اللطیف، اون لطافت دارد، یعنی ذاتی است که لطافت دارد. چیزی که لطافت داشته باشد، ظرافت داشته باشد، دیده نمیشه. و هو یدرک الابصار، او همه چیز را می بیند، چون که و هو الخبیر، اون خبر دارد، از هر چیز خبر دارد. لذا این دلائل هست. بعد از دلائل الله می فرماید این دلائل توحید آمدند، اکنون دیگه عذری ندارید، باید که بپذیرید. الله می فرماید قد جاءکم بصائر من ربکم، همانا بصائر، بصائر بنویسید دلائل توحید، اون چیزهایی که موجب چی می شود؟ بصیرت میشه، موجب باز شدن چشم شما میشه، حقیقت را ببینید. دلائل دیگه قد جاءکم بصائر من ربکم، آنچه که موجب بصیرت و موجب روشنی چشم هست آمد. فمن ابصر فلنفسه، از این به بعد هر کسی چشمش را باز کند یعنی دلائل را ببیند، به نفع خودش هست. و من عمیه، هر کسی که نابینا بشه یعنی نبیند، به ضد و عناد بماند، فعلیها، بازم به ضرر خودش. و ما انا علیکم بحفیظ، من پیغمبر بر شما نگهبان نیستم، من فقط مبلغم، من رساننده هستم. و کذالک نصرف الآیات، این گونه ما بار بار برمیگردانیم آیات را. ولیقول، این ولیقول علت نیست، لام لام عاقبت هست، یعنی عاقبت این خواهد بود، نهایت و آخر الامر این خواهد بود که آنها میگویند درسته، تو اینها را یاد گرفتی. ولنبینه لقوم یعلمون، اون مشرکان که میگن تو یاد گرفتی، ولی فلسفه دیگه اینه که اینها را بیان میکنیم برای قومی که میدانند، یعنی مستفیدین، قومی که از قرآن بهره میگیرند. اما اکنون دلیل وحی، ای پیغمبر تو به تبلیغت ادامه بده، تو مایوس نباش. اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کن آنچه که وحی میشه به سوی تو از جانب ربت. لا اله الا هو، هیچ معبودی بغیر از او نیست. و اعرض عن المشرکین، از مشرکان اعراض کن، از مشرکان روگردانی کن. اما دلیل اعراض چیه؟ چرا پیغمبر باید از مشرکان اعراض کند؟
الله میفرماید ولو شاء الله ما اشرکوا، اگر خدا میخواست اینا شرک نمیکردند. سوال و جواب را دیروز خواندیم. پس خدا نخواست، چرا؟ ولی اون خواست جبری را خدا نخواست، ایمان اجباری را. اگر خدا میخواست اینا را مجبور میکرد ایمان بیاورند، اما خدا اون کار را نکرد. گفتیم جوابش در آیه دیگه هست ولکن لیبلوکم ولکن لیبلوهم. خدا میخواد اونا را امتحان بکند که آیا ایمان با خوشی خودشون میارند یا نه. و ما جعلناک علیهم حفیظا، باز هم ما تو را ای پیغمبر به عنوان نگهبان نفرستادیم. و ما انت علیهم بوکیل، تو ضامن اونها هم نیستی، فردا از تو سوال بکنیم نخیر. ولا تسبوا الذین، اما باز می‌دارد از اینکه به صورت مشاتمه با کفار صحبت بشه، یعنی سب و شتم. ببینید سب و شتم چیزی هست که خداوند نمیپسندد، حتی برای دشمنان خودش نمیپسندد. اینا دشمنان خدا هستند، مشرکان و معبودان باطله که اونها قرار دادند، اونها برای خدا پشیزی هم ارزش ندارند. خداوند در قرآن تشبیه به مگس داده، تشبیه به عرض کنم که عنکبوت داده، تشبیه به پشه داده، یعنی برای خدا ارزشی ندارند. ولی با وجودی که ارزشی ندارند، خدا میفرماید دشنامشون ندید، چون دشنام دادن موجب میشه که اونها خدا را دشنام بدند. این خوب نیست، این درست نیست. بس ببینید وقتی که دین ما دینی هست که در دین ما سب و شتم نیست، به آلهه باطل، به خدایان باطل نیست، چه برسد به بقیه انسانهای نیک و صالح. متاسفانه بعضی ها سب و شتم را، دشنام دادن را مذهب میدانند و میگن لازم هست. کسی را در مکاتبه برای کسی نوشتم که نباید ما به کسی بد بگیم. هر کسی بد بوده جواب خدایش را خودش میده. نباید ما به کسی بد بگیم، نباید ما کسی را، بالخصوص کسانی که محسن ما بودند، کسانی که بر ما احسان کردند، موجب ایمان ما شدند، موجب نور در قلوب ما شدند، اصحاب و یاران پیامبر که از همه چیز گذشتند، نباید سب و شتم بکنیم. اون بنده خدا نوشت به ما گفته شده که اگر شما به مشکلی مواجه شدید، فلان فرد را لعن و نفرین کنید، موجب مشکلتون حل میشه. اینقدر مردم را به تاریکی راهنمایی کردن، به سوی تاریکی فراخواندن. مگر دین سب و شتم است؟ دین اسلام دین رحمت است، دین محبت است، دین اخلاق هست، اخلاق مداری هست، نه سب و شتم. لذا اینهایی که میخواهند دین را تبلیغ بکنند ولو با سب و شتم، اینها بر روش نبی ما، پیغمبر ما نیستند. روش پیغمبر ما ناصحانه هست، خیرخواهانه هست، بالحکمت والموعظة الحسنه، روش قرآنی است. ادعو الى ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، با موعظه حسنه. نباید به طرف ولو این که مخالف ما هست، خصم ما هست، مسیحی یهودیه، نباید به او توهین بکنیم، به مقدساتش توهین بکنیم، نباید به صورت مناظرانه، کوبنده، زننده او را متنفر بکنیم، سعی بکنیم پشتش را به زمین بزنیم، سعی بکنیم شکستش بدیم، سعی کنیم رسوایش بکنیم، خجلش بکنیم. این موجب ضد و عناد بیشتر میشه. باید
خیرخواهی باشد. دیروز خواندیم هر پیغمبری میگه انما انا لکم ناصح، من خیرخواهم. باید دعوتگران که جانشینان پیامبرانند باید ناصح باشند، خیرخواه باشند. ببینید خداوند اینجا میفرماید مشرکان نه، بلکه خدایان باطل مشرکان را شما سب نکنید، دشنام ندید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، شما دشنام ندهید آنانی را که یدعون من دون الله، غیر از خدا میخوانند. اینجا دو تفسیر است البته، یکی خود مشرکان هستند که غیر از خدا میخوانند، اما یکی هست که اینجا هم مقدر است، الذین یدعونهم، یعنی اون بتانی را که اینها اونها را میخوانند. این درست‌تر است، چون اونها مقابله به مثل میکنند. فیسب الله عدوا بغیر علم، پس آنها دشنام میدهند به خداوند عدوا، از روی عداوت، ندانسته، جاهلانه. ببینید اینجا سوالی هست، اون سوال اینه که ما قبلا خواندیم، در مقدمه خواندیم که مشرکان خدا را قبول داشتند، از خدا هم می ترسیدند. در همین قرآن خواندیم که در مصائب بزرگ گاهی اونها از خدا استمداد می کردند، از خدایان باطل خودشون نمی کردند، ذات حق را قبول داشتند. چطور ممکنه اونها که خدا را قبول دارن خدا را دشنام بدهند؟ ببینید جوابش اینه که دشنام دادن اونها، بد گفتن اونها نسبت به ذات باری تعالی عز اسمه نیست، بلکه به دلیل اینکه ما اونها را به ضد و به عصبانیت وادار کرده میشه. گاهی اونها بر عصبیت می آیند، در حالت غیظ و غضب این کار را می کنند. چنانچه مسلمان هم گاهی این کار را می کند. گاهی مسلمان هم عصبانی میشه در حالی که مسلمان خدا را قبول داره ولی کلمه کفر به زبان میره، علیاذ بالله به خدا بد و بیراه میگوید. پس شما موجب نباشید که کفار را به خشم بیارید. معنیش اینه به مقدسات اونها چنان توهین کنید، چنان تحقیر کنید که اونها هرچی به زبانشون هست از بس که عصبانی بشند به زبانشون هست به شما بگویند. اینجا آلوسی گفته ولا اشکال، اینجا اشکال و سؤالی ایجاد نمیشه. چرا؟ بناء على ان الغضب والغیظ قد يحملهم على ذلك، چون که غضب و غیظ اونها را بر این چیز وادار میکنند. الا ترى على ان المسلم قد تحمله شدت غیظه على التکلم بالکفر، میفرمان نمیبینی گاهی مسلمان وقتی که شدت و غیظ بر او فشار می آورد او کلمه کفر بر زبان می آورد. لذا الله می فرماید كذلك زینا لكل امة عملهم، این چنین ما برای هر امتی مزین کردیم عملش را، عمل شرکی انجام میده، عمل کفری. ثم الى ربهم مرجعهم، سپس به سوی پروردگار رجوع آنهاست. فینبئهم بما كانوا یعملون، الله آنها را خبر میده به آنچه که عمل کردند. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، الله می فرماید این زجر است، توبیخ است. آنان سوگند خوردن به الله جهد ایمانهم، سوگند غلیظ، سوگندی که توش مبالغه باشد، نهایت قسم. چی گفتند؟ لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها، آنها سوگند خوردند که اگر پیش آنان آیه‌ای بیاوری، آیه مطلوبه، آیه که اونها میخواند، حتما ایمان میآورند به آن آیه. ای پیغمبر اعلام کن قل انما الآیات عند الله، اعلان کن جز این نیست که آیات نزد الله هستند. یعنی معجزه‌ای که شما میخواهید معجزه دست من نیست، دست خداست. و بعضم خدا میفرماید و ما یشعرکم، شما چه خبر دارید ای مسلمانان، انها اذا جاءت لا یؤمنون، اون آیه وقتی که بیاد ایمان نمی آورند.
ببین اینجا خطاب به صحابه شد، به مسلمانان شد. چرا؟ چون که همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم آرزو داشتند که معجزه بیاد که اونا ایمان بیاورند، صحابه هم همین آرزو را داشتند، همین تمنا را داشتند. گاهی مطرح میکردند کاش خدای عزوجل از معجزاتی که اینها میخواهند یکی را ظاهر میکرد تا اینها ایمان میآوردند. لذا خدای عزوجل به صحابه میگه و ما یشعرکم، شما چه خبر دارید؟ چنانچه امام رازی گفته حاصل الکلام ان القوم طلبوا من الرسول معجزات قومه، قوم از پیغمبر معجزات قوم را خواستند، ببخشید معجزات قویه، و حلفوا سوگند خورده انها لو ظهرت لآمنوا، اگر این معجزه ای که ما میگیم ظاهر بشه ما ایمان میآوریم. فبین الله تعالی و انهم و ان حلفوا علی ذلك، خدا بیان کرد اینا گرچه قسم خوردند الا انه تعالی عالم، خدا میدانه بانها لو ظهرت لم یؤمنوا، اگر معجزه ظاهر بشه اونها ایمان نمی آورند. و ما یشعرکم استفهام تعجبی هست، خبرداری یعنی عجیب است، انها اذا جاءت لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. چرا؟ علت اینه و نقلب افئدتهم و ابصارهم، علت اینه که ما دلهای اونها را برگرداندیم و چشمای اونها را، دلهای اونها را بنویسه از قصد طلب حق، هیچ وقت برای طلب حق اراده هم نمی کنند، چشمهای اونها را از دیدن حق، اونها حق را نمی بینند. کما لم یؤمنوا به اول مره، این علت تقلیب است، چون که ایمان نیاوردند روز اول، از روز اول ایمان نیاوردند و همش جدل کردند، همش بحث کردند، همش عناد از خود نشان دادند. و نذرهم فی طغیانهم یعمهون، این تشریح تقلیب است، این تقلیب معنوی است. چطور ما دلهاشون را برمیگردانیم؟ الله میفرماید آنها را میگذاریم در سرکشی خودشان، یعمهون سرگردان بشند، یعنی سرگردان میمانند، ایمان نمی آورند. مشرکان و قریش مکه آیه‌ای میخواستند، معجزه‌ای میخواستند که دلخواه اونها باشد. میگفتند که اون معجزه‌ای که ما میخواهیم، اون معجزه‌ای که ما میگیم نشان بده، ما ببینیم. اولا که معجزات به دست الله است، به دست پیغمبران نیست. دوما و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، شما چی میدونید که معجزه که بیاد هم ایمان نمی آورند، معجزه که بیاد هم ایمان نمی آورند. حال در این آیه مبارکه ولو اننا نزلنا، اناد اون کفار است، ضد اون کفار است، بیان اناد، بیان ضد، که اونطوری که آنان میگن اگر ما ملائکه بیاریم، ملائکه به جای خود مرده ها از قبر بلند شوند و با اینها صحبت کنند، هر چیزی که در گذشته همه را ما حشر کنیم، همه را روبرو ببینند، باز هم اینا ایمان نمی آورند، چون ایمان مقدر اینها نیست. اینها بر عناد خودشون استوارند، الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد، یعنی قدرت خدای عزوجل. چیزی دیگه هست که خدای تعالی با قدرت خودش بخواد ایمان بیارند، و الا اینها با هر آیه، هر معجزه‌ای که شما برایشون بیارید ایمان نمی آورند. بس اینجا بیان چی هست؟ بیان عناد هست، تفصیل اذا جاءت لا یؤمنون هست. الله می فرماید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه، اگر ما نازل کنیم به سوی آنان ملائکه را،
که ملائکه بیاند همونطور که اونها خواستند. و کلمهم الموتى و مردها با آنان صحبت کنند. و حشرنا علیهم كل شیء قبلا، و اگر ما حشر کنیم از قبرها بلند کنیم هر چیز را قبولا، یعنی روبروشون همه چیز را قرار بدیم، همه چیزهایی که میخواهند ببینند. باز هم ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله، آنان ایمان نمی آورند مگر اینکه خدا بخواهد. خدا قدرتش را استعمال کنه اون چیز دیگه هست، ولی خدا این کار را نمی کنه. خدا ایمان جبری نمی خواد. ولكن اکثرهم یجهلون، اما اکثرشان نمی دانند. آیات خدا را می بینند، دلائل می بینند، باز هم اونها ایمان نمی آورند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. الله می فرماید همچنین ما قرار دادیم برای هر پیغمبری دشمنانی که از شیاطین جن و انس هستند. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، این شیاطین به همدیگه وسوسه میکنند. وحی به معنی وسوسه هست، به همدیگه وسوسه میکنن بعضیشان به بعضی. زخرف القول، سخنان زخرف یا کلام مزخرف، همون کلامی را میگویند که ظاهرش ملمع هست، زیبا هست، تهش درونش خوب نیست. اینجا مراد از زخرف القول یعنی باطل، سخنان باطل، سخنان بیهوده. شیاطین به هم دیگه سخنان باطل وسوسه میکنن. چرا؟ غرورن. این علت یوهی هست، چون همدیگر را فریب میدهند، فریب دهنده همدیگه هستند. ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر خدا میخواست این نمی کردند، یعنی وسوسه نمی کردند، ایحا همدیگر را وحی نمی کردند. اما ولكن لیبلوهم هست، خدا میخواد آنها را امتحان کند. فذرهم و ما یفترون، آنان را بذار با افترایشان، افترایی که درباره دین میکنند، آنچه که درباره دین ایجاد میکنند با اون بذار آنها را. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الله تعالی می فرماید که ولتصغى این عطف است بر غرورا. غرور علت اول یوهی هست. اینها که به همدیگر وسوسه می کنند هدفشون چی هست؟ هدف فریب دادن. علت اول غرورن شما بنویسید، غرورن بنویسید، علت اول یوهی هست. ولتصغى علت دوم یوهی هست، یعنی اینها همدیگر را وسوسه میکنند تا فریب دهند و دیگه ولتصغى الیه، تا که تمایل ایجاد کنند دل اونایی که ایمان نیاوردند. تمایل به چی؟ به کفر، به شرک، نمیخوام به طرف ایمان بیاید. ولتصغى الیه، تا که کج بشه، یعنی مایل بشه به سوی همان وسوسه، به سوی همون ایحا. افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة، دل کسانی که ایمان به آخرت ندارند، تا که دلشون به سوی همون وساوس تمایل پیدا کند. ولیرضوه، تا همون را بپسندند. ولیقترفوا ما هم مقترفون، تا که کسب کنند اون چه که کسب میکنند، انجام بدن اون چه که انجام میدن. خلاصه تفسیر اینه که شیاطین به همدیگه وحی میکنند
یعنی به همدیگه وسواس میکنند، همدیگر را فریب میدهند. وسواس میکنند چرا؟ غرورا مفعول له هست، به خاطر فریب دادن. و دیگه وسواس میکنند به خاطر لتصغى الیه افئدة الذین، به خاطر اینکه دل کسانی که کفر کردند، ایمان نیاوردند، به اون سمت و سو متمایل بشه، به طرف ایمان تمایلی پیدا نکند تا که بروند به طرف کفر. الله می فرماید افغیر الله ابتغی، آیا غیر از خداوند من برای شما داور بیاورم؟ این آیه در پاسخ مشرکان نازل شد. مشرکان مکه از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم درخواست کردند که من و شما یکی از علماء یهود را یا یکی از علماء نصارا را به عنوان حکم و داور قرار بدیم، بیاد بین ما فیصله کند آیا ما بر حق هستیم یا شما بر حقید. این مطالبه را از رسول الله کردند. الله تعالی در جواب اونها بیان فرمود که افغیر الله ابتغی حکما، ای پیامبر به آنان اعلام کن آیا داوری غیر از خدا من بخواهم بیارم؟ علماء یهود، علماء نصارا در حالی که حقیقت را می دانستند، اما از آن جایی که با مسلمانان عناد داشتند، خب شما قبلا هم خواندید که می گفتن به مشرکین، می گفتن یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، از مسلمانان راهشون بهتره، روششون بهتره. یعنی اونها به خاطر همون دشمنی که داشتن مسلمانان را بر باطل می دانستن، العیاذ بالله. لذا الله می فرماید افغیر الله ابتغی حکما، آیا غیر از الله من پیدا کنم بطلبم داور، در حالی که وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، خداوند اون ذاتی هست که نازل فرمود به سوی شما، یعنی کتاب را، تورات و انجیل را مفصل بیان کرده. تورات و انجیل را هم خدا فرستاده، قرآن را هم فرستاده. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، این دلیل نقلی است از علماء یهود و نصارا، اونا میدانند که قرآن حق است. والذین آتیناهم الکتاب، آنانی که ما به آنها کتاب دادیم، یعلمون میدانند که انه منزل من ربک، این قرآن نازل شده است از جانب ربت، بالحق، به حق نازل شده، مطابق واقع نازل شده. فلا تکونن من الممترین، هرگز تو نباش از شک کنندگان، یعنی ای سامع، ای مخاطب، تو شک نکن، قرآن اونا میدانن که منزل رب هست. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، کلمه رب تکمیل شد از نظر صدق و عدل. ببین کلمه رب چی هست؟ کلمه رب یا قرآن هست یا اینکه دلائل توحید، بیشتر اینجا مراد دلائل توحید هست. دلائل توحید تکمیل شد با دلائل عقلیه و نقلیه. ببین تفسیر روح المعانی نوشته و تمت بالدلائل العقلیه و النقلیه و دلائل الوحی، یعنی موضوع توحید، مسئله توحید اثبات شد با دلائل عقلیه، با دلائل نقلیه، با دلائل وحی. صدقا و عدلا، از نظر صدق در واقع و عدل در اعمال، یعنی از نظر واقعیت نگاه کنید صدق است، از نظر اینکه کسی عمل کند به توحید واقعا بر عدل است، بر مسیر عادلانه هست، نه بر مسیر ظالمانه. لا مبدل لکلماته، کلمات الهی یعنی مطالب توحید قابل تغییر نیستن، قابل تبدیل نیستن. به خاطر مشرکین اینها تغییر نمییابند، جابجا نمیشوند.
و هو السمیع العلیم، اون ذات ذاتی است هر چیز را شنواست، هر چیز را داناست. هر کسی تغییر بدهد الله میشنود. حال الله تعالی باز هم توبیخ بیان میکند، زجر بیان میفرماید بر اینکه شما دنبال دلائل باشید، دنبال اکثریت نباشید، چون اونها میگفتن اکثر مال ماست. همیشه ما قبلا خواندیم از قرآن مستفاد و مستنباط است که همیشه اهل حق کمترند، اونایی که بر مسیر درست هستند اونها کمترند. لذا الله میفرماید و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، اگر شما اطاعت کنید اکثر اهل زمین را، یعنی بعد از دلائل توحید دلائل پیش شما آمده، الان شما به دنبال اکثریت باشید، اینها شما را از راه خدا گمراه میکنند. این یتبعون، این علت است، چون که این یتبعون الا الظن، همه دنبال ظن و گمان خودشون هستند. و انهم الا یخرسون، و نیست آنها مگر از روی تخمین، از روی احتمال سخن میگویند. یخرسون فی الاقوال الا الظن فی الاعتقاد، در اعتقاد اونا دنبال ظن هستند و از نظر قول هرچی که تخمینی باشد میگویند، تحقیقی نیست. پس بهتره که به دلائل رب توجه کنی، به مردم و نظرات مردم توجه نکنی. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، خدا بهتر میداند چه کسی از راه خدا گمراه شده. و هو اعلم بالمهتدین، خدا بهتر میداند اونایی که بر هدایت هستن کی هستن. پس دلائل خدایی، دلائل قرآنی، دلائل الهی را توجه کن، به ظن و گمان مردم، به تخمین مردم توجه نکن. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. ما ابتداء در اول سوره انعام ذکر کردیم، عرض کردیم که مثل سوره مائده در این سوره هم نفی شرک اعتقادی و نفی شرک فعلی است. اما در سوره مائده شرک فعلی اول بود، شرک اعتقادی بعداً بود. اینجا عرض کردیم که شرک اعتقادی اول از شرک فعلی بعداً است، عکس اون سوره. الان از اینجا فکلوا مما ذکر اسم الله بخش دوم سوره هست، نفی شرک فعلی شروع میشه. ما چند بار خواندیم، عرض هم کردیم شرک فعلی اینه که یک انسان به خاطر تقرب خدایان باطل حلال خدا را حرام قرار بده یا حرام خدا را حلال قرار بده. حرامی که خدا حرام کرده اون را چی قرار بده؟ حلال. به خاطر چی؟ اعتقاد به خدایان باطل، به خاطر تقرب اونها. لذا الله تعالی اینجا می فرماید فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. بیان تحریمات غیر الله است، یعنی اگر برای غیر خدا چیزی حرام شده اون حرام ندانید، حلال است به نام خدا ذبح کنید بخورید. پس بخورید آنچه که نام خدا بر آن گرفته شده اگر شما به آیات خدا ایمان دارید، این مقتضی است. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. حال الله تعالی زجر و سرزنش بیان می‌فرماید، چرا شما نمیخورید از آن چیزی که نام خدا بر او گفته شده؟ نترسید اونهایی که به نام معبودان باطل شما اونها را رها کردید و حرام میدانید، اینا حلالم، نام خدا را بگیرید و بخورید، چرا نمیخورید؟ و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چرا نمیخورید در حالی که وقد فصل لکم ما حرم علیکم، خداوند مفصلا بیان کرده اون چیزی که بر شما حرام است، محرمات را خدا بیان کرده، مگر آنچه که مجبور بشید. پس یعنی بخورید نخورید
و محرمات را نخورید مگر مجبور شدید. اینجا مطلب کوتاهی خدمت شما عرض کنم. مفسرین این بحث را کردند، اینکه خداوند میفرماید وقد فصل لكم، ما محرمات را قبلا مفصلا بیان کردیم. محرمات کجا بیان شدند؟ ببینید قبل از سوره انعام شما در سوره مائده چی خواندید؟ محرمات را مفصل خواندید. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله تا میخواد والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع وما ذبح على النصوب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إلى آخره. بعضی میگویند که خود در سوره مائده بیان شده. این درست نیست. چرا؟ چون سوره انعام سوره مکی هست، سوره مائده سوره مدنی هست. اگر بگیم مراد سوره مائده هست، خب سوره مائده بعد از این نازل شده. اینجا خدا میفرمه وقد فصل لكم، ما مفصلا اینا را چی کردیم برای شما؟ بیان کردیم. پس مصداق وقد فصل لكم سوره مائده نیست، سوره مائده بعد از این نازل شد. قول دوم که مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله می فرمایند اون اینه که قبل از سوره انعام در سوره نحل بیان شده. سوره انعام هم مکی هست، سوره نحل هم مکی هست. سوره نحل قبل از انعام نازل شد. پس اینجا درست در میاد که بگیم وقد فصل لكم ما حرم، قبلا مفصل بیان کردیم در سوره نحل. اما اینجا یک اشکال دیگه وجود دارد. درسته که در سوره نحل بیان شده، در سوره نحل بیان شده، اما در سوره نحل مفصل نیست، مختصر است. اونجا فقط 4 تا از محرمات را خدا ذکر کرده: میتة، لحم خنزیر، دم و ما اهل لغیر الله. دیگه هیچ تفصیلی اونجا نیست. پس سوره نحل هم نمیتونه چی باشد؟ مصداق باشد. پس مصداق این آیه کجاست؟ حضرت شیخ رحمه الله نکته بیان میفرماد که در عبارت امام رازی هم همین معلوم میشه. شیخ میفرماید مصداق وقد فصل لكم ما حرم علیکم سوره مائده نمیتونه باشه، چون سوره مائده بعد از این نازل شد، مدنی است. سوره نحل هم نمیتونه باشه، چون سوره نحل نسبت به اینجا مختصرتر است، اینجا مفصل تره. سومین سوره ای که میتونیم بگیم که مصداق این هست خود همین انعام است، خود سوره انعام است. وقد فصل لكم ما حرم علیکم یعنی تفصیلوار داره بیان میشه. متوجه شدید؟ تفصیلوار داره چی میشه؟ بیان میشه. یعنی فصل بر ماضی گذشته نیست، فصل دلالت بر حال میکند. ما در قرآن این نمونه ها را داریم. مثلا ببینید در اول سوره نور خداوند میفرماید سورة انزلناها و فرضناها، سوره ای هست که ما اون را نازل کردیم و تعیین کردیم. خب کجاست این سوره؟ خود نور است، هنوز نازل نشده، اما چون داره میشه با صیغه ماضی از او چی کرد؟ تعبیر کرد. پس وقتی که این چنین هست در همین انعام با تفصیل آمده،
پس وقد فصل لکم معنیش اینه که خداوند در حال بیان هست، در حال بیان محرمات است. پس این وقد فصل لکم به تاریخ گذشته نگاه نکنید، به گذشته شما نرید، داره بیان میشه. این نظر و دیدگاه حضرت شیخ رحمه الله قائم کرده. بعد در عبارت امام رازی رحمه الله معلوم میشه که دیدگاه ایشون هم همین است، نزدیک این هست. ببینید امام رازی میفرماد الاولی ان یقال المراد قوله بعد هذه الآیه، بهتر این است که بگیم وقد فصل لکم مراد خداوند بعد از همین آیه هست که داره بیان میکنه. بعد از این آیه چی هست؟ قل لا اجد فیما اوحی محرما علی طاعم. دو سه رکوع بعد محرمات را خدا بر می شمارد. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، مفصل بیان میکنه. خب و هذه الآیه، الان شما اعتراض میکنید که این قل لا اجد بعد از این نازل شد، اینجا گفته وقد فصل لکم. میفرماید و هذه الآیه و ان كانت مذکورة بعد هذه الآیه بقلیل، گرچه آیه قل لا اجد اندکی بعد از آیه وقد فصل لکم هست، الا ان هذا القدر من التأخیر لا يمنع ان يكون هو المراد. اینقدر تأخیر کم مانع نمیشه که مراد این وقد فصل لکم همو باشد، این مانع نمیتونه باشه. بس بهترین مصداق وقد فصل لکم کجاست؟ خود همین سوره انعام است که در همین سوره ما در حال بیانیم، در حال تعریف کردن هستیم، در حال تفصیل هستیم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الیه، مفصل بیان کرده الله آن چیزی که حرام است بر شما اونها را حرام بدانید، الا ما اضطررتم الیه، مگر آنکه شما مجبور بشید به سوی آن مراجعه کنید. و ان كثيرا ليضلون باهوائهم بغیر علم. الله می فرماید بسیاری از مردم گمراه می کنند دیگران را با خواهشاتشان. اهوا قبلا خواندی آراء و افکار منحرفه و باطله بدون علم. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، همانا رب بهتر میداند معتدین را، آنانی که از حد ایمان گذشتند، آنانی که از دایره ایمان خارج شدند. و ذروا ظاهر الاثم و باطنه، الله می فرماید تأکید تعمیل، اگر می خواهی که به اون عمل کنی بگذارید ظاهر الاسم و باطنه، گناه ظاهری گناه باطنی. ببین مراد از گناه ظاهری گناهی که با دست و پا و جوارح انجام میگیرد، مراد از گناه باطنی گناهی که با قلب انجام میگیرد. تفسیر خازن نوشته که المراد بظاهر الاسم افعال الجوارح، جواهر، افعال جواهر، و مراد از باطن افعال قلوب، دل. لذا الله می فرماید ان الذين يكسبون الاثم، همانا کسانی که گناه کسب می کنند، همانا کسانی که در پی گناه هستند، شرک می کنند، سیجزون بما كانوا یقترفون، تخویف اخروی، ان قریب پاداش داده می شوند به کیفر اعمالشان می رسند به سبب آنچه که کسب کردند. یقترفون یکتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه، این بیان تحریمات الهی هست. اون حیوانی که نام خدا برو گفته نشده، و انه لفسق، همانا اون حرام است، یعنی به جای نام خدا نام غیر خدا برو گفته شده، از اون حیوان گوشتش نخور. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم
لیجادلوکم. الله تعالی فرمود که شما از شیاطین پیروی نکنید. و ان کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم ان الشیاطین لیوحی بعضهم الى بعض زخرف القول. چرا از اونها اتباع نکنید؟ چون که ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین وسوسه میکنن به سوی اولیائشان، دوستانشان. هدف اونها این است که بین شما جدال، بین شما اختلاف بیندازند، بالخصوص در مسائل. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. اگر شما آنان را اطاعت کردید شما مشرکید. آنان را اطاعت کردید منظور در عقاید و اعمال است. اطاعت شیاطین در چی هست؟ در عقاید و اعمال. اگر ها تبعیت کردید شما مشرک میشید. او من کان میتا، قال الزجاج فیه دلیل. اینجا که خدا گفته انکم لمشرکون، امام زجاج ببینید چه استنباطی میکند. میفرماید فیه دلیل علی ان کل من احل شیئا مما حرمه الله. هر کسی بیاد چیزی را که خدا حرام قرار داده یکی بیاد حلالش بکنه، او حرم مما احل الله تعالی، یا اینکه حلال بکند چیزی را که خدا حرام قرار داد. حرام قرار انجام حرام معتقد باشد چیزی را که خدا حلال قرار داده اعتقاد داشته، فهو مشرک. تفسیر کبیر این مشرک است. پس ما این را چه تعبیر میکنیم؟ شرک فعلی. شرک فعلی همین است که به خاطر خدایان باطل چیزی که خدا حلال قرار داده این حرام بکند، یا چیزی که خدا حرام قرار داده این حلالش بکند. این میشه شرک. الله میفرماید اگر در عقاید و اعمال از آنها تبعیت کردید شما مشرکید. او من کان میتا فاحییناه. بعد از اینکه خداوند خودش فتوای شرک صادر کرد بر کسانی که در محرمات از شیاطین تبعیت کنند اعتقادا و عملا. الان در تمثیل الله تعالی فرق مشرک و فرق کافر را با مسلمان بیان می‌فرماید که ببینید مسلمان خیلی با یک کافر، با یک مشرک فرق داره. مسلمان میماند مثل یک میتی که ما زندهش کردیم. یه مرده بود، مرده یعنی زمانی که ایمان نداشت مرده بود، زمانی که مشرک بود مرده بود. ما او را حیات دادیم بعد از اینکه ایمان آورد. پس ایمان به مثابه حیات است، به مثابه زنده شدن است. خدا میفرماید این با اون مشرکی کی هست؟ اون مشرکی که هنوز مرده هست، گویا اونی که هنوز در تاریکی هست، هنوز در انحرافات است. اینا هرگز با هم یکی نیستند. الله میفرماید او من کان میتا فاحیینا. آیا اونی که مرده بود یعنی کافر بود، مشرک بود، فاحییناه ما حیات دادیم، حیات قلب منظور است، ایمان دادیم. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. ما قرار دادیم برای اون نوری که به وسیله اون نور در میان مردم می رود، یعنی نور ایمان، نور توحید، نور فراست. آیا این انسان کمن مثله، مثل اون انسانی هست که مثالش اونی هست که فی الظلمات، در تاریکی ها، در تاریکی های کفر، شرک، جهالت است، لیس بخارج منها، خارج نمیشه از اون تاریکی ها. آیا اینا با هم برابرند؟ مسلمه برابر نیستند. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. چرا کافر خارج نمیشه؟ این علت لیس بخارج هست. كذلك زين چی هست؟ علت لیس بخارج هست.
چرا خارج نمیشه؟ چون اعمال مشرکانه جلوی چشم او برایش زیبا جلوه داده شده. یعنی شرکی که میکند شرک را عبادت میپندارد، عبادت تصورش میکند، فکر میکنه داره قرب خدا را حاصل میکنم. خب اینی که فکر میکنه شرک قرب خدا هست از او توبه میکنه؟ نه خیر، اعمال شرکیش جلوی چشمش برایش چی است؟ مزین است، زیباست. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. علت لیس بخارجن، به این خاطر که ما مزین شده برای کافران ما كانوا يعملون، اعمال سیئه، اعمال شرکیه، اعمال سیئه فیرونها حسنا ولا یخرجون منها. اون اعمال را حسنه میبینند، هرگز از اون خارج نمیشوند. وكذلك جعلنا في كل قرية اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. این علت دوم است. ببینید چرا یک مشرک وقتی که وارد شرک میشه از شرک، از مسیر شرکی خارج نمیشه؟ علت اول این است که خواندیم اعمال شرکی جلو چشمش زیبا هستند، حسنه هستند، پس کسی از زیبایی ها خارج نمیشه. دوم این که هر قریه اونی که در رأس قریه هست، اونی که کت خدای قریه هست، او مجرمش هست، یعنی او راه شرک را گرفته. وقتی که بزرگان قریه راه شرک را گرفتند، خب این بقیه تابعان هم از تبعیت اونها دست نمیکشند، تابع اونها میمانند در گمراهی. الله می فرماید وكذلك جعلنا في كل قرية اکابر مجرمیها. همچنین ما قرار دادیم در هر قریه اکابر، بزرگان را، بزرگان اون قریه که مجرمین آن قریه هستند، لیمکروا فیها، این لام عاقبت که نتیجه این میشه که اونها در اون قریه مکر میکنند، یعنی توطئه میکنند. چه توطئه‌ای؟ توطئه‌ای برای رواج دادن شرک، توطئه میکنند که مردم مشرک بمانند، اما این مکر به خودشان برمیگردد. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. مکر نمیکنند مگر به خود و نمیدانند. و اذا جاءتهم آیه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسل الله. زجر توبیخ، اینها به قدری گمراه هستند که آیه‌ای که از سوی خدا می آید تکبر و استنکاف میکنن، میگن ما ایمان نمی آوریم حتی که به خود ما مستقیما همین وحی برسه. منظور اینه که چرا خدا از ما پیغمبر نمیگیره؟ اونها فکر میکردن که پیغمبری با سرداری هست، پیغمبری با پول است، لذا میگفتن که به خود ما داده بشه. الله میفرماید و اذا جاءتهم آیه، هرگاه آیه پیش آنان می آید، قالوا لن نؤمن حتی نؤتی، آنان میگویند که ما هرگز ایمان نمی آوریم حتی نؤتی، حتی که داده بشیم مثل ما اوتی رسول الله، مثل آنچه که بقیه رسول خدا داده شدند. الله می فرماید که رسالت چیزی هست، نعمتی هست که الله به هر کس نمیده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله بهتر میداند کجا رساله خودش را قرار بده، چه کسی را پیغمبر قرار بده. لذا اینها که به پیغمبری نمیرسند و به اینها وحی نمیاد بماند، با این خواسته معاندانه خودشان به ذلت گرفتار میشوند. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله، الله می فرماید ان قریب میرسد به کسانی که جرم کردند. صغار عند الله یعنی ذلت نزد خدا. صغار منظور ذلت و خواری هست. و عذاب شدید بما كانوا یمکرون، و به آنان عذاب شدید میرسد چون که نیرنگ کردند، توطئه کردند بر علیه اسلام و مسلمان. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام،
الله می فرماید کسی را که خدا بخواهد ان یهدیه او را هدایت کند، یشرح صدره للاسلام، سینه‌اش را برای اسلام باز می کند. یعنی هدایت به دست خداست. خداوند سینه‌اش را باز می کند، ایمان هدایت در سینه‌اش جای می گیرد، مطمئن میشه. و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا. این صفات محرومین از هدایت است. هر کسی که خدا بخواد او را گمراه کند، یجعل صدره ضیقا حرجا، سینه‌اش را تنگ می کند. ضیق تنگ، حرج خیلی تنگ. چنان بر او ایمان و هدایت و قرآن سخت و سنگین میشه که کأنما یصعد فی السماء، گویی که داره به آسمان صعود میکند. ببین بالا رفتن ممکن نیست، بالخصوص به آسمان. یک کوهی که بری شما میتونید برید، لذا مثل این میماند که بالایی داره میره با چه مشکلی، با چه سختی. خب یعنی الله تعالی این انسانی که گمراه شده برای اون چنان سخت هست، سخت قرار داده. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. این گونه خداوند رجس را، منظور از رجس و ناپاکی همون شرک است، شرک را برای بر کسانی که ایمان نمی آورند خداوند قرار داده. شرک مقدرشون است، شرک نصیبشون است. الان به ما مؤمنین بشارت میده، میگه و هذا صراط ربک مستقیما، این راه راست هست، صراط رب هست که مستقیم هست. این مسیری که شما بر او هستید، مسیر ایمان، مسیر توحید. قد فصلنا الآیات، ما مفصل آیات بیان کردیم، اما لقوم یذکرون، برای قومی که پند حاصل بکنند، منظور مستفیدین هستند. اینایی که پند حاصل میکنند، اینهایی که از شرک دوری میکنند، لهم دار السلام، برای آنها دار السلام هست. دار السلام یعنی جای امن، جای سلامتی، جایی که هیچ خطری برای اونها نیست. منظور از دار السلام بهشت است. این صفت سلامتی را بهشت دارد. و برای آنها نزد پروردگار دارالسلام هست، یا بهشت، یا اینکه امن و بقا. و هو ولیهم بما كانوا یعملون، خداوند ولی آنهاست، خداوند حامی آنهاست و دوست اونهاست. چرا خداوند اینها را دوست می‌داره؟ بما كانوا یعملون، به سبب اعمال حسنه ایشان خدا دوستشون داره. پس ببینی این بشارت و مژده برای کسانی است که بر صراط مستقیم هستند، بر توحید هستند، شرک نمی کنند. اما اونهایی که شرک می کنند تخویف اخروی برایشون بیان میشه. الله می فرماید و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که حشر می کند الله همگی را از قبرها بلند می کند. یا معشر الجن، قیل لهم توبیخا به جنات گفته میشه، یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، ای معشر جن، ای جماعت جنها، شما زیاد گمراه کردید از انسانها. استكثرتم یعنی تابع کردید، گمراه کردید از انسانها. چرا؟ وقال اولیاؤهم من الانس، دوستانشان از انسانها، اقرار مجرمین است، یعنی اون انسانهایی که دنبال جنات بودند و گمراهی را پذیرفتند، شرک را پذیرفتند، الان اونجا اقرار میکنند. چی میگویند؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، بار الها استفاده کرد بعضی از ما با بعضی دیگر، یعنی ما از هم دیگر استفاده کردیم. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا،
و ما رسیدیم به اون میعادی که تو برای ما تعیین کرده بودید. یعنی خدایا ما از همدیگه استفاده کردیم در دنیا. ببینید استفاده کردن در چی؟ در شرک و گمراهی. علما اینجا نوشتن که استمتاع جن از انسیه، استمتاع انس از جن چیه؟ ببینید استفاده کردن انسان ها از جنات اینه که وقتی که جنات اونها را اذیت می کردند در جنگل در بیابان، انسان ها به جنات پناه می بردند، شرک می کردند، جنات را پناهگاه خودشون می دانستند و شرک می کردند، جنات دیگه با اونها کار نداشتند. الان پس این استمتاع انسان ها بود که از جنات کردند، بهره گرفتند. استمتاع جنات این بود که اونها دیگه پیش خودشون خوش بودند، خودشون را سادات می گفتند، در رأس می گفتند، می گفتند ببینی انسان ها ما را اطاعت می کنند، انسان ها از ما کمک می خواهند، انسان ها به پناه ما می روند. به همین پناه رفتن اونها چی؟ دل خوش بود، دل خوش می کردند. ببینید همین تفسیر را ما به زبان علامه آلوسی و به زبان علامه اندلسی در بحر المحیط می خوانیم. عن الحسن و ابن جریج و زید و الزجاج و غیرهم ان استمتاع الانس، استفاده کردن انسان ها از جنات این بود که انهم كانوا اذا سافر احد منهم، هرگاه یک انسانی مسافرت میکرد و خاف الجن، از جنات در بیابان میترسید، در جنگل میترسید، قال اعوذ بسید هذا الوادی، من پناه میبرم به سید این وادی، یعنی اون جنی که در رأس این وادی هست. این دیگه استفاده کردن بود. و استمتاعهم بالانس، جنات چگونه از انسان ها استفاده می کردند؟ اعترافهم بانهم قادرون على اعاذتهم و اجارتهم، اونا پیش بقیه جنات چی می کردند؟ اعتراف می کردند ببین ما میتونیم انسان ها را پناه بدیم، ما میتونیم انسان ها را در کنف خود، در پناه خود نگه داشته باشیم. روح المانی. قال ابن عباس، باز هم قال ابن عباس و مقاتل ایضا استمتاع الانس بالجن، این که انسان از جن استفاده می کند یعنی چه؟ که قال بعضهم اعوذ بعظیم هذا الوادی، من پناه می برم به بزرگ این وادی، من شر اهلی، از شر اهلش. چه زمانی این را می گفتن؟ اذا بات بالوادی فی سفره، وقتی که در یک وادی شب می خواستن بخوابند، می خواندند تا اینجا جنات ما را اذیت نکنند. و استمتاع جن به انسیه افتخارهم علی قومهم، اینا می رفتن پیش قومشان افتخار می کردند و قولهم می گفتن قد سدنا الانس، ما رئیس انسان ها هستیم، ما سادات اونها هستیم، حتی صاروا یعوذون بنا، حتی که به ما پناه می برند. یعنی جنات به صورت افتخار می گفتند. پس این هست که ربنا استمتع بعضنا ببعض، جن از انس استفاده کرده، انس از جن. و بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، بار اله ما رسیدیم به اون میعاد، به اون اجلی که تو تعیین کرده بودی برای ما. قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله، خداوند میگه آتش هست جایگاه شما همیشه هست، الا ما شاء الله، مگر اونی که خدا بخواهد. ببینید این مطلبی و یک اشکال عمده‌ای که در بعضی از آیات، از ظاهر بعضی از آیات معلوم میشه، خدمت شما عرض میکنم. مگر در جهنم تا ابد نیستن مشرکان که خداوند میفرماید الا ما شاء الله؟ شما در سوره هود هم میخوانید و اما الذين شقوا ففي النار،
خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. خوب توجه کنید، اشقیا، کفار، مشرکان در آتشند، همیشه در آتش هستند. ما دامت السماوات والارض، ما دامت السماوات والارض کنایه از تعبید است، کنایه از ابد است. الا ما شاء الله، مگر اون وقتی که خدا بخواد، اندازه‌ای که خدا بخواد تو آتش نخواهند بود. اینجا هم میخوانیم که مشرکان جایشون در آتش است الا ما شاء الله. به همین خاطر بعضی گفتن شاید آخر جهنم چی میشه؟ تعطیل میشه. خداوند تا هزاران هزار سال مشرکان را، کافران را به کیفر اعمالشون میرساند، آخر همه را نابود میکند، فقط بهشت میماند. این دیدگاه نادرستی هست. از اشاره الا ماشاء الله اگر کسی این دیدگاه را قائم کرده اعتباری ندارد. اونطور که معلوم میشه جهنم برای همیشه هست. خب پس الا ماشاء الله معنیش چی هست؟ ببینید مشرکان که در جهنم هستند، در آتش هستند، گاهی از آتش بیرون برده میشوند. کجا برده میشوند؟ شما خوانده اید گاهی برای ماء حمیم برده میشه، گرچه ماء حمیم عذابش سخت‌تر از این آتش است، ولی خب از آتش بیرون میشه. گاهی به زمهریر برده میشه. زمهریر هم یه جای بسیار سرد هست که اونجا که بره باز برای آتش تمنا میکند، چنان یخبندان هست. پس اینجا باز هم از جهنم خارج شد. سأرهقه صعودا، بر اون کوه من او را بالا میکنم که اینم عذابی هست. خب پس معلوم میشه که گاهی الا ماشاءالله اشاره به همون چی هست؟ به همون بیرون کردن از جهنم، گاهی به خاطر عذاب دادن سخت‌تر هست، به خاطر عذاب دادن سخت‌تر هست. پس این معنی الا ماشاء الله است. ان ربک حکیم علیم، به درستی پروردگار تو کارهایش و حکمت است و علیم همه چیز را میداند. و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون. الله می فرماید حواله میکنیم بعضی از ظالمین را به بعضی، بما كانوا یکسبون، به سبب اعمال مشرکانه، به سبب آنچه که اونها کسب کردند. یا معشر الجن والانس، خب ما خواندیم که جن و انس هم دیگر را گمراه کردن، به جهنم قرار میگیرند. این تخویف اخروی است. در اون روز از طرف خدای عزوجل این گونه خطاب میشوند. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، ای جماعت جنات و انسان ها، آیا رسول از جانب پروردگار شما نیامد که یقصون علیکم آیاتی، آیات من پروردگار را بر شما تلاوت می کردند، بیان می کردند، و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و شما را از ملاقات این روز ترسانیدند، آیا نیامدند؟ اقرار مجرمین. قالوا شهدنا علی انفسنا، ما گواهی می دهیم بر نفس خودمون، بر خودمون، و غرتهم الحیات الدنیا، الله می فرماید آنها را دنیا و زندگی دنیا فریب داده، و شهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین، الله می فرماید آنان بر خود گواهی می دهند که ما کافر بودیم، در دنیا کفر کردیم. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى، ما قبلا خواندیم که الله فرمود الم یأتکم رسل منکم، مگر پیامبران نیامدن. الا حکمت ارسال رسول، پیامبران را خدا به این خاطر میفرستد که الله عزوجل اونها را از غفلت بیدار کند، و عذاب وقتی که می آید، عذاب که می آید، ذلك ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم، خداوند هیچ قریه‌ای را به ظلم هلاک نمی کند، و اهلها غافلون، در حالی که اهلش چی هستند؟
غافل باشند. یعنی این هدف ارسال رسول است که رسولان را میفرستد تا اهل غافل نباشند. اگر پیغمبر نیاد خب اهل قریه غافل خواهند بود به خاطر نیامدن رسول. به این خاطر الله رسول میفرستد. ولکل درجات مما عملوا. خب بحث جن و انس بود. الله میفرماید هر یکی از جنات و انسان ها درجاتی دارن. ولکل ای لکل من الجن والانس، چه صالح باشند چه غیر صالح، برای هر یک درجاتی است از آنچه که عمل کرده. صالح درجاتش در صالحیت هست، طالح و بد درجاتش در بدیش هست. و ما ربک بغافل عما یعملون، رب شما غافل نیست از آنچه که اونها عمل میکنن. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور